دعا هنگام داخل شدن به بازار. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که داخل بازار شد و گفت لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر، یعنی هیچ معبودی بر حق جز الله یگانه نیست، او را شریک نیست، پادشاهی و ستایش از آن اوست، او زنده می کند و می میراند، او زنده است که هرگیز نمی میرد، در دست اوست نیکی و بر همه چیز تواناست. یعنی هر کس که هنگام داخل شدن به بازار این دعا را خواند، برای او نوشته شود هزار نیکی، بخشیده شود از او هزار بدی و هزار درجه مرتبه او برداشته شود. در روایت آمده است که برای او خانه در جنت ساخته شود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.